یا اول آخر خودت آخر صداقتی. دوستان، من اون دوتا جعبه رو تست کردم، میخوام دسته هاشون هم مشاهده کنیم. ببین، دسته ای که نازک باشه، کارگر اگه اون دسته رو چنگ بندازه اون دسته میشکنه. وقتی که دسته بشکنه، این قسمت بشکنه، منظورم این قسمته، چنگو میندازه کارگر اینجا این جعبه از پهلو نصف میشه، یعنی میتره که وقتی که چنگو میندازه. ولی دسته که محکم باشه، مشاهده میکنین دسته که محکم باشه دیگه این جعبه دستش نشکنه، عمرش زیاد میشه. توجه میکنین؟ دستایی که ما زدیم، دستایی زدیم که یه موقع بار رو هم دیگه اومد کارگر کشید، این دستا بین نره که کارگر چنگو